اصلا 200 تا میذارم رو 10 میرم یه دوری بزنم بیام. هر چی شد اگه بیاد. وای خیلی استرس دارم. الان یک فکر کن جام نشسته باشه. وای چرخید دیگه نمیتونم 200 رو بردارم. نه یک کم. سلام دوستان، چطورین؟ خوش اومدیم به دومین ویدیو کانال من، کانال کیوان اسارتی. اومدیم داخل این ویدیو باگ 1 3 یا 5 رو امتحان کنیم، یعنی بینش رو عدد دیگه هم شرط می‌بندیم ببینیم چی میشه. با 1000 خورده با 1000 تا شروع می‌کنیم، 1032 تا آخرش ببینیم فقط چی میشه. خیلی استرسش باحاله و دیگه زیاد صحبت نمی‌کنم، بریم سراغ ویدیو. خب دوستان، اینجور که میبینین الان رو 3 اومده، پس احتمال این که الان 1 بیاد زیاده. اگه گردون همکاری کنه، البته 1 3 یا 5 الگوش بگیره، کار تمومه. یعنی حداقل میتونیم 2 کی خورده جمع کنیم، 2 کی خورده شاید هم بیشتر اگه گردون همکاری کنه. اگه الان 1 بیاد کارمون رواله. خب ایول، الان یه بار 1 اومد، پس بعدی حتما 1 دیگه. 1 3 یا 5. بریم ببینیم چی میشه. خب اینجا یه ذرهشو میذاریم رو 5 و 3، چون امکان داره مثلا 5 و 3 هم بیاد دیگه. بار دوم ما مبلغ مثلا 3 برابر بیشتر از چیز بسیم، بهتون اینجوری بگم که 1/4 چیزی که گذاشتیم روی 3 و 5 میشن 1/4 و اون چیزی که میذاریم رو عددی که میخوایم باید 4/4 باشه دیگه. یعنی 25 رو گذاشتم اونجا باید 100 تا میذاشتم، ولی من فکر کنم خود بیشتر هم گذاشته باشم دیگه. سلیقه‌ایه دیگه، یعنی اگه مطمئن باشی یه عددی میاد بعد رو بذاری. الان گردونه نمیخواد انگار همکاری کنه، ولی اگه الگوشو درست فهمیده باشه الان باید 1 3 1 5 1 3 باشه. خب بهتر این ویدیو اصلا آموزشی نذارم، چون تا الان همه رو اشتباه گفتم. به احتمال زیاد از اینجا به بعد ویدیو رو خود سرعت رو زیاد کنم. موقعی که عددی که میخوام بیاد داره میاد، اون موقع مثلا صدا رو خود اوکی کنم. فعلا خود سرعت ویدیو رو ببرم بالا. الان نگاه کنید دارم با خود آیندم که قراره اونجا بشینه ویدیو رو ادیت کنه صحبت میکنم. خیلی استفادیه. الان اصلا 100 تکون دادم که منظورم اینه که الان منظور من رو 100. اگه دیدی آیتمی رو بردم سمت یه عددی، یعنی اینکه منظورم اینه که احتمال اون عدد واسم بیشتر بوده. ایول اینجا فکرم خراب کرد دیگه. میسپارم به کیوان پشت ادیت دیگه، بقیهش خودت در بیار. قربونت، فعلا. حل داشتی، ولی فکر نکنم ادیت اون چیزی که بخوای در بیاد، بیشتر قراره خراب کنی تا اوکی پیش بری.
داشت کیوان این با ما لج کرده، فقط 3 میده، رو 3 هم میبندیم 1 میده. نگاه کن، مثلا نمیدونم چجوری واسه توضیح بدم. این صدا رو حتما تو ویدیو بذاره. ببین گردونه لجه. اوکی داداش، ولی یه چیز جالب بهت بگم، اگه بدونی آخرش با چی میشه، ببین خیلی حال میکنی با خودت، خیلی. حالا بریم سراغ ویدیو دیگه خیلی حرف زدم. ویدیو بیشترش شما باید ببینین کیف کنین، اونقدر چی نداره، آموزشی نداره. آموزشیشو اگه بخواین واسهتون میذارم حتما. الگوش چند تا الگوی مختلف دیگه که به مرور زمان با بازی کردن شما یاد میگیرین، ولی من یه راست بهتون یاد میدم. تو این ویدیو نه، آخر ویدیو میخوام 2 تا روش رو بگم که حتما امتحانش کنین. جوابه بدجور جوابه. اینجا یه حرکت ریسکی انجام دادم، تا مرز سکته پیش رفتم. اینجا گردونه تازه داشت با هم حال میکرد، دوباره عددهایی که میخواستم و میداد دمش کرد. البته شاید دقیق یادم نیست. نکنم تارگت باید 100% روی 1 باشه. نکنم 1 دادن کاملا درست. الان دوباره باید 1 بده، 2 بار پشت سر هم 1. ایوه. خب الان دیگه باید یا 5 بده یا 3. یه بار حالا عشق. اینجا داشتم دیگه از استرس میمردم. نگاه کن اسکرابم تقریبا به 0 رسیده بود. ببین خدا میکردم اون چیزی که میخوام بیاد ولی نمیومد. اینه که این عددی که میاد من عدد دوم میذاشم که کمتر ضرر کنم. وای ببینیم، فقط نگاه کنیم این 1000 تا اسکراب به چقدر رسیده. فقط ببینیم به چقدر رسیده. اوف چیه گم من. اینجا رسیده رو میرسیده، هی میگفتم مختارم یه لحظه انگار داد میزنمه. اوکی باشی. اصلا 200 تا میذارم رو 10 میرم یه دوری بزنم بیام. هرچی شد اگه بیاد. وای خیلی استرس دارم. الان یک فکر کن جام نشسته باشه. وای چرخی دیگه نمیتونم 200 رو بردارم. نه وای برگام حاجی. داشت میدونی نوستراداموس باشه. اوف چقدر استرس داشته. این 200 آخر بودا دیگه. برو حال کن ببین داداشت که تازه ادامه هم میرم بعدش. استرس 0. نه شوخی میکنم. دیدشم تا مرز سکته میرفتم، دیدم 2000 تا دارم. اینجا دیدم 2000 تا دارم دیگه، گفتم بی خیال دیگه 1000 تا سوده. بقیهش همجا الکی رو چند تا عدد گذاشتم و گفتم بی خیال، هرچی شد. جایی که خودشو کشت چیزی هم نداشت. بعد این هی شروع کرد حرف زدن، باشی خود حرف زدیم و اینا، یه خود رفیق شدیم. دیدم داره 120 ثانیه ریستارت میاد، گفتم بهترین کار اینه که تا آخرین لحظه اینم سود میکنم یا نه. آخر دیدم فقط 100 تا دادن، صداش کردم 100 تا رو گذاشتم، گفتم بگیر حال کن. خب تا ویدیو بعد، بدرود، میبینمتون.